توی مسیر زندگیتون با این موضوع روبرو شدید که یه سری کارهای تکراری رو من همیشه دارم انجامش میدم، یه سری چرخه‌های تکراری، رفتارهای تکراری رو من دارم انجامشون میدم و من میدونم که نتیجهش چی میشه، اما باز هم دارم انجامش میدم و این منو مضطربم میکنه و توی کارکرد من توی مسیر زندگی یک کاهشی رو داره، یک چالش‌های خاصی رو برام ایجاد میکنه. در روانکاوی مفهومی رو داریم تحت عنوان نوروتیک استار، یعنی چرخه اضطرابی، که توی اون چرخه اضطرابی یک مرکزی وجود داره، یک کوری وجود داره، کور اضطرابی وجود داره که برای هر فرد میتونه متفاوت و متنوع باشه و نحوه برخورد افراد با اون موضوع اصلی اضطرابی کاملا متفاوت. حالا مکانیزم‌های دفاعی اینجا میان و آدم‌ها از این مکانیزم‌های دفاعی به مدل‌های مختلف ازشون استفاده میکنن و هر کس یک سری از مکانیزم‌ها رو استفاده میکنه. مثلا ترس از دست دادن، یک کور اون وسط وجود داره. برای اینکه من از دست ندم یه نفر رو فیدینگ استفاده میکنم، فیدینگ یه چیز دیگه و من دارم یک چرخه اضطرابی رو پشت سر هم تکرارش میکنم تا برسم دوباره به نقطه صفر. به خاطر همینه که من همیشه میگم توی اتاق درمان ما برای هر کسی یک فرمولیشن منحصر به فرد خودش رو داریم که این فرمولیشن دائما در جلسات مختلف تراپی داره یک موضوعاتیش تغییر پیدا میکنه. پس روانکاوی انگار بسیار زیاد به منحصر به فرد بودن سوژه نوزای شما احترام میذاره.